میخواهم برای شما یک سرودی بخوانم و شما بها دهید که آیا میتوانم یا نه. این یک آهنگ از تقای مراد خوشبخت که در تاجیکستان زندگی میکرد، یک شخص نابینا بود و سرودهای خیلی زیبا، آهنگهای خیلی خوب داشت. شاید جوانها در تاجیکستان او را نشناسند، یگان 10 سال بیشتر از دنیا گذشت، خدا رحمتش کند. و شعر از کمال خوجندی است. در عالم از همه غم ها فراقی به کسی مشکل، حبیبا مرحما جانا فراقی به کسی مشکل. در این کنج غریبانه نه هوشیارم نه دیوانه، در این کنج غریبانه نه هوشیارم نه دیوانه. عزیزا مرحما جانا فراقی به کسی مشکل. خوجندی کشتی با این فضیلت های دنیایی، خوجندی کشتی با این فضیلت های دنیایی، در این دنیای تنهایی فراقی به کسی مشکل. در این دنیای تنهایی فراقی به کسی مشکل.